صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. پروردگارا، تو تنها خدایی و تو تنها شایسته پرستش و عبادت. تو را شکر و سپاس میگوییم که ما را خلق فرموده و از روح خود بر ما دمیدی تا این روح ما را به سوی تو هدایت نموده و آتش وصال به تو را در وجودمان شعله‌ور نگاه دارد. تمنا این که خداوندا ما را یاری بده که چشمان خود را همیشه به تو و قدرت و رحمت و فیض عظیمت دوخته و تو را بپرستیم. ما را ای خدا از چیزهایی که هستیمون رو قبضه کرده و توجهمون رو از تو بر می دارن دور نگاه دار و در عوض بگذار با روح قدوس تو چشمان ما نور تو را دیده و در آن ساکن شویم، تا تو را که شایسته پرستش هستی همیشه عبادت و ستایش کنیم. این دعا را به نام و به لیاقت منجی زنده بشریت که فیض تو را به ما آشکار ساخته، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. در ادامه مطالعه و بررسی تورات مقدس، توجه خود را معطوف به کتاب تثنیه یعنی پنجمین قسمت از تورات مقدس نموده و از فصل 8 به کارها و دستورات و گفتار خدا یکتا که در تاریخ بشر به وقوع پیوسته و حضرت موسی آن را برای ما به ثبت رسانیده، آیات را غذای فکر و روح و روان خود قرار می دهیم و از خدا یکتا استدعا می کنیم که با عطا کردن روح حکمت و بینش روحانی ما را در درک و فهم آیات یاری و هدایت فرماید. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به صفحه 286 بگشایید. صفحه 286 کتاب تثنیه فصل 8. اگر شما از شنوندگان جدید ما هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و کلام خدا را در اختیار ندارید، می توانید آن را از ما درخواست کنید تا براتون تهیه کنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کتاب تثنیه شامل مطالبی است که موسی، این برگزیده خدا، به نسل جدید اسرائیل که به مدت 40 سال در صحرای سینا آواره بودند و اکنون به سرحد زمین موعود رسیده بودند عطا می‌کند. این قوم اکنون در کنار رود اردن و در مقابل سرزمین موعود رسیده بودند و حاضر می‌شدند تا از رودخانه عبور کنند و برای همیشه از سرگردانی و آوارگی آزاد شوند و آزادی و استقلال و ملت خیش را به وجود بیاورند. اما قبل از اینکه وارد این سرزمین بشن، خدا یکتا می‌خواد آنان را تعلیم بده و به خاطرشان آورد که در گذشته چه اتفاقی افتاد و اینکه چگونه خدا یکتا آنها را برکت داد و اینکه با آنها چه نوع رفتاری داشته و حالا آنها بایستی به کلام خداوند عکس العمل نشان بدن
و با موتی بودن به خدا یکتا در واقع حق شناسی و سپاس خود را به خدا آشکار کنند. خدا می‌خواهد که توجه قوم بنی اسرائیل را به تاریخ مبذول بدارد تا از گذشته یاد بگیرند. همونطور که امروز نیز خداوند یکتا از ما می‌خواهد به گذشته خود توجه کنیم و ببینیم که چه بودیم و چه هستیم و اینکه خدا در زندگی ما چه کارهای عظیمی کرده است. برای کسانی که زندگی خود را به عیسی مسیح سپردند و از او پیروی می‌کنند، این امر بسیار حائز اهمیت است که دائما به خاطر آوریم که چه بودیم و به خاطر بیاوریم که اگر عیسی مسیح نبود امروز چگونه در گناه و اسارت اهریمن بودیم و در نتیجه از مشارکت با خدا و بهره گرفتن از روح الهی و نعمات سماوی و عطایای روحانی محروم بودیم و عاقبتمون هم همان هلاکت و جدایی ابدی از خدا بود. اما خدا را شکر اکنون به وسیله عیسی مسیح نه فقط در راه راست قرار گرفته ایم، نه فقط گناهانمون به خاطر او بخشیده شده و نه فقط از فیوزات الهی بهره مند شدیم و صاحب حیات جاودان گردیدیم، بلکه خدا یکتا از روی فیض خودش ما را به ملکوت آسمانیش دعوت کرده و ما را فرزندان خود گردانیده است. و دوستان عزیز، امروز روح القدس همیشه یار و یاور ماست و چقدر خوبه که دوستان عزیز من و شما همیشه به خاطر بیاوریم و محبت‌های خدا را در نظر داشته باشیم، به یاد خدا و کارهای او باشیم. راستی دوست من، آیا شما امروز می توانید عطایای خدا را در زندگی روزمره خودتون بشمارید؟ آیا می توانید در مورد کارهای گذشته‌ای که خدا برات انجام داده فکر کنی و آنها را به خاطر بیاری؟ چقدر مهمه که ما بندگان خدا همیشه کارها و عنایات خدا را در مد نظر خود داشته باشیم و حالا موسی همین کار را برای قوم بنی اسرائیل میکنه تا آنها الطاف خدا را همیشه به خاطر داشته باشند. موسی این راد مرد خدا گذشته از این که وقایع 40 سال گذشته، یعنی 40 سال آورگی اسرائیلی ها را در این فصل بازگو میکنه، به ما تعلیمات جدیدی را عطا میکند. از جمله اینکه میفرماید زندگی انسان ها به غذا فقط بستگی ندارد و انسان برای این به دنیا نیامده است که غذا بخورد و زندگی بکند و بعد بمیرد، بلکه زندگی انسان ها به کلام خدا بستگی دارد و خداوند میخواد که ما از کلام او تغذیه روحانی بشویم. و نه فقط آن، بلکه خدا اجازه میدهد که آدمیان مورد آزمایش قرار بگیرند. چرا؟ تا انسانها را برای مقاصد بهتر آماده کنه و در حقیقت این آزمایش‌هایی که خدا عطا می‌کند آدمی را به خود خدا یکتا نزدیکتر می‌کند. با دانستن این وقایع حالا به قرائت آیات فصل 8 توجه می‌کنیم. حضرت موسی رو به قوم می‌کنه و می‌گوید تمامی اوامری را که من امروز به شما امر می‌فرمایم حفظ کنید و به جا آورید تا زنده مانده زیاد شوید و به زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورده بود داخل شده در آن تصرف نمایید و به یاد آور تمامی راه را که یهوه خدایت تو را در این 40 سال در بیابان رهبری نمود تا تو را ذلیل ساخته بیازماید و آنچه را که در دل تو است آشکار کند و او تو را ذلیل و گرسنه ساخت و من را یا نان آسمانی را به تو خورانید که نه تو آن را می‌دانستی و نه پدرانت، تا تو را بیازماند که انسان نه به نان تنها زیست می کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر شود انسان زنده می شود. تا تو را بیازماند که انسان نه به نان تنها زیست می کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می شود انسان زنده می شود. پس در دل خود فکر کن که به طوری که پدر پسر خود را تأدیب می نماید یهوه خدایت تو را تأدیب کرده است. دوستان عزیز، در این آیات درس بسیار بسیار مهمی است برای من و شما که لازم است روی این آیات تفکر و تعمق. ببینید خیلی ساده موسی داره به قوم بنی اسرائیل میگه که خدا شما را آزمایش کرده. حالا سوال پیش میاد که چرا خدا اسرائیلی ها را آزمایش میکنه و شاید ما میتونیم این سوال بکنیم که چرا خدا امروز من و شما را آزمایش میکنه. البته در اینجا بسیار آشکاره و آن اینه که خداوند قوم بنی اسرائیل رو، بندگان بنی اسرائیل رو در صحرای سینا آزمایش میکنه تا آنها را فروتن سازه.
و دوم به آنها ثابت کنه که در قلبشان چیه. زیرا دوستان عزیز، غالباً ما خیال میکنیم در قلب و افکارمون همیشه چیزهای نیکوه، ولی وقتی در برابر نور خدا قرار میگیریم، وقتی که خود را در برابر آینه الهی یا قوانین خدا نگاه میکنیم، آن وقت است که متوجه میشویم که در واقع قلبمون چقدر آلوده و سیاست. چرا؟ چون در آینه الهی یا در کلام خداوند ما خود را با معیار خدا میسنجیم، با قدوسیت خدا میسنجیم، با پاکی خدا میسنجیم و نه با دیگر انسان‌ها. و این نشان می‌دهد که چرا خداوند امروز نیز اجازه می‌دهد که من و شما در زندگیمون با مشکلات و آزمایش‌های زندگی قرار بگیریم. بعضی وقتا خداوند اجازه می‌دهد که سختی‌ها، ناکامی‌های ملایمی بر ما بیایند و گاهی هم اجازه می‌دهد که زندگیمون از کوره آتش سختی‌ها بگذرد. چرا؟ تا خالص شویم، تا فروتن شویم، تا به خود بیاییم، تا آن اعتماد به نفس و غرور و خودخواهی و اباحت شخصی ما را خورد کنه و در واقع غرور را از ما بشکنه و به ما تعلیم بدهد که بدون او هیچ هستیم. و کتاب مقدس میگوید که این نوع آزمایش الهی باعث برکت آدمیه. این نوع آزمایش الهی باعث برکت آدمیه. و همونطور که میدانید آزمایش کردن در کوره آتش سبب خالص شدن فلز میشه. به همین نحو نیز ما انسان ها اگر در آزمایشاتی که خدا به ما عطا میکنه و یا خدا در جلو راه ما قرار میدهد قرار بگیریم، مطمئن باشید اگر به خداوند وفادار باشیم خالصتر میشویم، یعنی بیشتر به خدا نزدیک شده و بیشتر صفات و سیرت خداوند در ما به وجود می آید. این آزمایش های الهی به ما ثابت میکنه که واقعا آیا به خدا تعلق داریم یا نه. موسی با بیان این آیات از بندگانش فروتنی میخواهد و به آنها ثابت میکنه که چگونه خدای مهربان همانند پدر مهربانی که فرزندانش را اصلاح کرده، فرزندانش را دوست داشته و آنها را تنبیه کرده، آنها را نیز نه فقط محبت کرده و نیازهای آنها را رفع کرده، بلکه مهربانی خودش را نیز در تنبیه و تأدیب آشکار نموده است. زیرا پدری که بچه‌های خود را دوست دارد آنان را تنبیه می‌کند تا اصلاح شوند. پدری که بچه‌های خود را دوست دارد آنان را تنبیه می‌کند تا اصلاح شوند. آیه 3 همان آیه است که عیسی مسیح به هنگام آزمایش به وسیله شیطان به کار برده و شیطان را مغلوب می‌سازد. می‌فرماید انسان محض نان زیست نمی‌کند، بلکه به وسیله هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. یعنی بشر برای نان خوردن به دنیا نیامده است، بلکه هدف غایی او شناخت خدا و به خدا رسیدن است. و دوستان عزیز، خداوند ما را از نعمات دنیوی بسیاری بهره‌مند ساخته است. خداوند خیلی از نعمات به ما عطا کرده، ولی دقت کنید هرگز نباید اجازه بدهیم که این چیزهای دنیوی اولویت زندگی ما بشوند. هدف غایی زندگی ما نباید این چیزهای دنیوی باشه، بلکه اولویت زندگی ما، یعنی مهمترین و بالاترین و عزیزترین چیز در زندگی ما باید خدا باشد و سلام. باید بگیم که کسانی که در زندگی دائما در پی مال و جاه و مقام و غرور و شخصیت هستند، آنها از هدف اصلی زندگی بسیار دور شدند. زیرا هر شخصی باید اول طالب ملکوت خدا باشد که آن وقت خداوند نیازهای او را به او خواهد داد. مسیح می‌فرماید که اول ملکوت خدا را بطلبید که این همه چیزها برای شما به وقوع خواهد پیوست، یعنی نیازهای شما را خداوند به شما خواهد داد. در آیه 6 موسی دستور مقدس را عطا کرده و میگوید اوامر یهوه خدای خود را نگاه داشته، در طریقهای او سلوک نما و از او بترس. امر خدا را به جا آور، در راه خدا راه برو و احترام خدا را هرگز از دلت دور نکن. موسی 3 چیز را از بندگانش میخواهد: امر خدا را به جا آورند، در راه خدا راه بروند و احترام یا ترس خدا را هرگز از دلشون دور نکند. اگر این کار را بکنن، میفرماید خدا در تمام مراحل زندگیتون شما را برکت خواهد داد و متبارک خواهی بود. و دوستان عزیز، بایستی اعتراف کنیم و بپذیریم که
همه ما به طریقی از فیض و عنایات و برکات سماوی خدا یکتا بهره‌مند شدیم. اما غالباً وقتی که در برکت الهی قرار میگیریم، اهریمن نیز سعی میکنه که ما را از خدا دور کنه و با بکار بردن حیله ها و مکرهای عجیب خودش آدمی را از الطاف الهی در حقیقت خارج میکنه. موسی خودش این واقعیت را میدانست. او میدانست که ذات انسان گناهکار و تمایل به گناه داره و میدانست که طمع و غرور خیلی زود در آدمی رشد میکنه. برای همین است که از آیه 11 اخطار به همه قوم بنی اسرائیل میدهد. اخطاری که کلام خداوند امروز به هر کسی که به او ایمان دارد نیز عطا میکنه. اخطاری که هر مسیحی نیز باید آن را برای خودش بدانه. اخطاری که برای همه کسانی است که از خدا میترسند. موسی میداند که نه فقط این کلام را به قوم میگوید، بلکه برای همه انسان هاست، در همه حال، در هر زمان و در هر کشوری. گوش کنید به کلام خدا. از آیه 11 براتون میخونم. میفرماید پس با حذر باش، مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام او را نگاه نداری. مبادا خورده سیر شوی و خانه های نیکو بنا کرده در آن ساکن شوی و رمه و گله تو زیاد شود و دل تو مغرور شده یهوه خدای خود را فراموش کنیم. مبادا در دل خود بگویی که قوت من و توانایی دست من این توانگری را برایم پیدا کرده است. بلکه تو یهوه خدای خود را بیاد آور، زیرا اوست که به تو قوت می‌دهد تا توانگری پیدا کنی، تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد، چنان که امروز شده است. موسی قوم بنی اسرائیل را از غرور و خودخواهی و طمع باز می‌دارد و آن را از دشمنان سرسخت خداپرستی دانسته و به همه مردم اخطار می‌کند که مبادا در وفور نعمتی که خداوند عطا کرده است مغرور بشن و به خودشون بگن که این چیزها را دارم چون که لیاقتش رو داشتم، و یا چون که حکیم بودم، و یا چون که زرنگ بودم، یا چون که فهمیده تر از دیگران بودم، و یا چون که زرنگتر از همه بودم اینا رو به دست آوردم. میگوید مبادا فریب بخورید و این حرفا و این فکرها رو بکنید، بلکه فروتن باش بدان که گذشته کی بودی و اینکه هیچ چیزی نداشتی و این خدا بود که به شما ترحم کرد و این همه عطایا و نعمات را عطا کرده است. دوستان عزیز، امروز خیلی از جوانان و بزرگان وقتی به مقامی میرسن و یا صاحب مال و جاه میشون، مغرور شده و خیال میکن که هر چی دارن بر اثر کوشش و زرنگی خودشون بوده و آنقدر خود را حکیم و فهمیده و زرنگ میدانن که انگار از همه انسانها بالاتر و فهمیده تر هستند. این اشخاص فراموش میکنن که حتی ذره قدرت و حکمت ندارن و اگر خدا اراده کند همه را از دست خواهند داد. البته حساب کسانی که از راه نامشروع به جلال و جاه میرسن و به مقام و پول میرسن خارج از بحث ماست. چرا؟ چون آنها از همان ابتدا در گمراهی هستند. مقصود من کسانی است که در خدا پرستی بوده، کسانی است که دنبال خدایند، کسانی است که خدا آنها را برکت داده و میدهد و بعد خود را در برکات خدا گم میکنند و خیال میکنند که چون پاکتر و بهتر از دیگر خدا پرستان بودن به این خاطر بوده که مورد لطف خدا قرار گرفتند. دوستان عزیز، خدا هر که را بخواهد سرافراز میکند و هر که را بخواهد پست میگرداند و باید بگویم خدا به ما وعده مقام ثروتمند شدن در این دنیا را نداده، ولی وعده داده که از ثروت‌های آسمانی و عطایای روحانی بهره‌مند سازه، یعنی ثروت حقیقی. پس مواظب باشیم که مال و برکات و ثروت و جاه و جلال انسانی ما را گمراه نسازد، چون طمع ریشه همه بدی هاست. پس بیاییم از خدا بخوایم که خداوندا غرور را از ما دور کن، طمع را از ما دور کن، و الا ما نیز جزو گمراهان خواهیم بود و چه بسا بدتر از آنان. در فصل 9 خداوند قوم را متوجه آینده میکنه و به آنها نشان میدهد که اکنون که قصد ورود به سرزمین موعود دارند با چه اتفاقاتی روبرو خواهند شد و چگونه از آنها حمایت کرده و آنها را حفظ خواهد کرد و اینکه بر دشمنان پیروز و سرافراز شده و بسیار موفق خواهند شد، زیرا خدا آنها را برکت خواهد داد. ولی باز نباید اجازه بدهند غرور و طمع و جاه طلبی بر آنها غلبه کند.
به طوری که از آیه 4 اینطور می‌خوانیم. می‌فرماید: پس چون یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج نماید، در دل خود فکر نکن و نگو که به سبب عدالت من خداوند مرا به این زمین درآورد تا آن را به تصرف آورم، بلکه به سبب شرارت این امتها خداوند ایشان را از حضور تو اخراج می نماید، نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راستی دل خویش. به سبب شرارت این امتها یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج نمود و شما را وارد این سرزمین می کند. پس بدان که یهوه خدایت این زمین نیکو را به سبب عدالت تو به تو نمی دهد تا تصرف نمایی، زیرا که قومی گردنکش هستی. دوستان عزیز، در این آیه خداوند به خاطر اینکه قوم را همیشه فروتن کنه و آنها به خاطر بیاورند که چه بودن و چه هستند، نشان می دهد که چرا این زمین را به آنها عطا می کند. او توجه اسرائیلی ها را به این حقیقت مبذول می دارد که اکنون که فیض خدا نصیبشون شده است، نباید خیال کنند که چون خودشون خوب و عالی بودن و یا چون که فرزندان ابراهیم بودن، از نسل ابراهیم پیغمبر بودن، چون که عادل بودن، خداوند این الطاف را به آنها داده است و یا لیاقت آن را داشتن. خیر، خدا میگوید من این دشمنان را، این طایفه ها را از آن جهت اخراج می کنم. چرا؟ چون آنها شریر هستند. یعنی در واقع من آنها را داوری می کنم و نه اینکه ای اسرائیلی ها شما عادل هستید. میفرماید ای اسرائیلی ها، به سبب عدالت و درستکاری شما نیست که من شما را بر ملت های دیگر ترجیح داده و یا برتری میدم. خیر. و سپس میگوید اتفاقا دل شما نیز سرکش و مریض است، یعنی قلبتون آغشته به گناه است و اگر شما نیز توبه نکنید داوری بر شما میاد و همین بلاها را به سر شما میآورم. اگر از اوامر من پیروی نکنید همین بلایا به سر شما خواهد آمد. و سپس برای اینکه به آنها نشان بدهد که چقدر آنها مغرور و گناهکار و شریر بودن، دوباره به تاریخ 40 ساله سفرشون در بیابان به خاطرشون میآوره، به آن اشاره میکنه و گناهان خطایای قومش رو یکی یکی به آنها نشون میده. موسی به گناهانی که قوم کرده اند اشاره میکنه تا به قوم نشون میده، به این نسل جدید نشون میده که آنها لیاقت هیچ چیزی رو ندارن و بفهمن که به راستی جای هیچ فخر و مباهاتی ندارن و هرچه دارن از روی رحمت و کرم خدا یکتا دارن. پس بایستی در برابر رحمت و کرم و محبت خدا یکتا سر تسلیم به اوامر او بدن و از تورات مقدس پیروی کنند. در آیه 12 از فصل 10 پس از اینکه موسی به آنها ثابت میکنه که بر علیه خدا یاغیگری کرده و گناه نمودن، از آنها درخواست میکنه که توبه کنن، توبه که غرور رو از خودشون دور کنه و از اوامر خدا پیروی نمایند. به طوری که میخوانیم پس الان ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه میخواهد جز اینکه از یهوه خدایت بترسی و در همه طریقهایش سلوک نمایی و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی و اوامر خداوند و فرایض او را که من امروز تو را برای خیریتت امر می‌فرمایم نگاه داری. اینک فلک و فلک الافلاک از آن یهوه خدای تو است و زمین و هر آنچه در آن است. پس قلفه های دل خود را مخدون سازید، قلفه های دل خود را مخدون سازید و دیگر گردن کشی نکنید، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است که طرفداری ندارد و رشوه نمیگیرد. یتیمان و بیوه زنان را دادرسی میکنه و غریبان را دوست داشته خوراک و پوشاک به ایشان میدهد. پس غریبان را دوست بدارید، زیرا که شما نیز در زمین مصر غریب بودید. از یهوه خدای خود بترس و او را عبادت نما و به او ملصق شو و به نام او قسم بخور. او فخر تو است و او خدای تو است که برای تو این اعمال عظیم و مهیبی که چشمان دیده است به جا آورده است. دوستان عزیز، موسی از قوم بنی اسرائیل می‌خواهد که غرور را هرگز در خود راه ندهند، به گذشته نگاه کنند و فروتن شوند، به تاریخ نگاه کنند
و از آن درس یاد بگیرند، درس فروتنی. او از قوم می‌خواهد که از اعمال گناه‌آلود خود دست کشیده و دیگر همانند گذشته رفتار نکنند و هرگز طمع و غرور رو که ریشه همه بدی هاست در زندگی خود را ندهند. موسی آنان را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خدا می کند. ببینید دوستان، توبه تنها کافی نیست. توبه تنها کافی نیست، بلکه بازگشت لازمی توبه است. بازگشت از بدی کردن و به سوی نیکویی روی آوردن و انجام دادن فرایض خدا. پروردگار مهربان قوم بنی اسرائیل را برمیگزیند و از روی رحمت خیش آنان را به سوی خودش دعوت میکنه تا برای جهانیان نمونه یکتاپرستی باشند. امروز خداوند همین دعوت را از من و شما میکند، زیرا نزد او طرفداری وجود ندارد. دعوتی که او در عیسی مسیح از همه انسانها نموده است امروز پابرجاست. او از من و شما نیز دعوت میکنه که از گناهان خودمون توبه کنیم و به سوی او بازگشت نماییم و در راه قدوسیت زندگی کنیم و مطیع کلام او باشیم. و خوشا به حال کسی که به این دعوت الهی لبیک بگوید. اجازه بدید با این آیات برنامه خود را به پایان برسانیم. پس الان ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه می‌خواهد جز اینکه از یهوه خدایت بترسی و در همه طریق‌هایش سلوک نمایی و او را دوست بداری و فرایض او را که من امروز و تو را برای خیریت امر می‌فرمایم نگاه بداری. اینک فلک و فلک و الافلاک از آن یهوه خدای تو است و زمین و هرچه در آن است. پس خلفه های دل خود را مخدوم سازید و دیگر گردن کشی نکنید، زیرا که یهوه خدای شما خدای خدایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و مهیب است که طرفداری ندارد و رشوه نمیگیرد. یتیمان و بیوه زنان را دادرسی می کند و غریبان را دوست داشته خوراک و پوشاک به ایشان می دهد. خدا کند که دعوت خدا را امروز شامل حال خودمون کنیم. من برادر شما کشی سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدا یکتا یار و یاورتون باد و امیدوارم که کلام خدا در قلب شما جا بگیرد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.